رفقای تجربیمون آزمون بچه های ریاضی دو تا نکته رو داشت، یکی برای فیزیک یکی هم برای شیمی. بچه ببینید برای درس فیزیک سوالات حفظی مفهومی توی آزمون ریاضی خیلی زیاد بود، یعنی بیشتر از حد انتظار بود و به خاطر همین برای فرداتون فصل سوم و چهارم یعنی نوسان موج به خصوص قسمت موج و همینطور فیزیک هسته‌ای سال 12 بحث الکتریسیته سایکل، بحث در واقع فصل اول سال 11 و فصل چهارم سال 10 دماگرما رو حتما حفظیات و مفاهیمش رو یک دوره بکنید برای خودتون. و برای شیمی هم میشه گفت آزمون فردا فکر نمی کنم مثل آزمون شیمی امروز انقدر ساده باشه و پیش بینی من اینه که فردا تجربی ها حسابی طراحا از در واقع